Людей хороших на земле так много, друзей надежных и достойных много, и рядом с ними быть всегда я рад. О, только в душе моей, конечно, всех дороже. На маму оба сильно мы похожи, и это он, родной, любимый брат. Лучший из лучших под солнцем летучий мой брат. За тобой полечу, за тобой побегу через боль. Лучший из лучших. السلام علیکم دوستان عزیزان. امروز ما در محله آبی رحمت در خانواده یکی از آن ابرمردان همین دهه و محله علیکه مهمان هستیم که امروز جشن زادروزشان است. امروز تبریکات را از نام خواهرشان نادر آیتی، از نام دامادشان طالبکه، از نام جیانها از مسافرت از اسرائیل، از نام نگار آیتی، باروخکه، ابرامکه تبریک میگویم. لحظه ها رو پیشکش میکنیم. ما رو انتظارن، ما رفتیم. Друзей надежных и достойных много, и рядом с ними быть всегда я рад. سلام دین، سلام نوری دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده، سلام ماست پیک عاشقانه، سرود است و درود است و ترانه. السلام علیکم ابرمردان سمنکند خندمند پدران عزیز، السلام علیکم مادران مهربان که سرشار مهر و محبت و صمیمیت هستند. همه شمایان را به امروز روز خرسندی جشن زادروز علیکه خوش آمدند. خدمهایتان را بالای دیده می‌خوانیم. با فرسکای شما عزیزان علیکه دلشاد آیتی نعمتکه فن و دایتی را به نظم تکلیف می‌کنیم. مرحبا. السلام علیکم. علیکه زادروز مبارک. علیکه روز خرسندی را جشن میلاد او را برایتان مبارکباد می‌گویم. امروز دلشاد آیتی علیکه جشن زادروز دارند. از همه پرسیم راستش را نمیگویم. از شما میپرسیم حالی چشم شما چند ساله برید؟ علیکه هم حجر بدر آمدن بگذار آخرین جوانی در دم پیری باشد دولت پیری را دیدن برای شمایان نصیب کنند. امروز این بیرم را امروز این بیداربینی خویش و تمام نزدیکان را برایتان مبارکباد میگیم. علیکه از امی که آمدیم شما تبریک کنید. گفته است راشکار کردن می نمیارید. از مسافرت برای تبریک شما آمدن. گفتن برادرم به جای پدرم هستند. از نام خانواده نادر آیتی، از نام طالبکه، از مسافرت از نام جگرگوشه هایتان، از نام نگار آیتی، باروخکه، ابرامکه شما را سیتک تبریک میگیم. نزدیکتر است این طرف ها، بیایید نزدیکتر. ما علیکه همراهی طالبکه نادر آیتی صحبت کردیم. گفتن خدا رحمت کند گذشتگان را، شایسته جنت کند پدر مادر عزیزمان را. بعد از درگذشتن آنها من پایگری من همین دو برادر و خواهرم هستم. چون گفتن ما چند سالها باز در مسافرت مهنت میکنیم. هر روز و هر ساعت همین تلفن بوده است و از حال و احوال ما خبر میگیرد. دعاگوی خاندان ما هستند. ما باشد برای شخصا جشن زادروزشان از مسافرت برای تبریک جشن زادروز برادر ما آمدیم. خدا کند 120 ساله شوند و بعد از آن پیر شوند. حاجی بابا و حاجیانه شوند در این کاشانه های زیبا حج عاشی ها شوند و آمده شادباش گفته تبریک کردن نصیب کنند. امروز روز خرسندیتان مبارک. علیکه ما کافته از نام نادر آیتی یک شعر یافتیم برای برادر. برادر تو کوهی بر آسمان ما پرپاره، تو قله‌ای بلندی و همچون پاره، بیرون شدن ز راهی تو بر ما فراغت است، تو مثل راهی آهنی ما چو قطاره. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی تا ما شدیم و پاک خود در خطا شدیم. سر تا به پا پنگی و دنیای حکمتی به مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی. چون که روان میدهی تو آخرین ثمر ای باغبان عمر ما بر ما غنیمتی. نعمت انسان هم خیلی است که عمر ما فقط این روز است. دیروز یعنی شب گذشت. پگاه فردا را نمیدانه میباید یا نه.
این روزتان با خوشی خورسندی گذرد. من حاضر خواهر عزیزتان نامدارایی همراهی طالب‌آباد برای تبریک کردم، برای دیدار شیرین شمایان را دیدم از مسافرت در روز خورسندی شادباش گفتن آمدم. خدا کند که همیشه دیدار یکدیگر را در روزهای خورسندی بینه. شاعر بزرگ بسیار زیبا فرموده است: ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور بی‌غم بودن غنیمت. عمری روان است، خواهیم یا نخواهیم صد شکر زندگانی بی‌غم بودن غنیمت. در حقیقت هر یک لحظه های ما غنیمت است. حاضر همین سخنانی که گفتم است 5 دقیقه تاریخ می‌شود و از این لحظه ها دور می‌شود. خدا کند که هر روز شما با چنین انسان‌های نزدیک با دوست و رفیقان با انسان‌های نیک گذرد. امروز لحظه های خورسندی را مبارکباد می‌گوییم. فرمودید شما برای همین برادر و خواهرتان با جای مادر هستید. برای مادر میگویم مادر تو شعر بهترین من، تو عقل یاسمین من، تو ماهی نازنین من، خدای در زمین من. ای مادر فدایت من، بمیرم من برای تو نآید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد مگر بی خاک پای تو. ای مادر فدایت من. شما در سر همین سلاله کلام آنجا شده، البته دعاوی سر آنها شده گرده که دعای مادران مستجاب است. روز خورسندی را بار دیگر مبارکباد می‌گوییم. علیکم همین خواهران و برادران از شما می‌خواهند که چنین انسان دارند، چنین انسان مهربان دارند. همیشه همراهی دلشادی دمی پیری و دولت پیری را بینید و حضور حلاوت فرزندان را خوش و خوشبختانه دیده گشتن نصیب گرداند. امروز روزتان روز بهترینتان برایتان مبارک باشد. البته برای علیکم، برای نعمتکه، از نام خانواده طالب‌آباد، نامدارایی از نام جیان‌ها، کتاب‌های قیمت‌بهاترین که با نام کتاب قرآن کریم است. پیشکش هر نشان می‌کنیم زادروز مبارک باشد. مرحبا. هر یک پادشاه و پادشاهی دستگیر کشتش و ملیکش می‌سود است. شما سلطان قلب علی‌آباد هستید. امروز برای شما آیام هست. چند سال شد کشته شد؟ علی‌آباد امسال چند سالگی است؟ قریب 40 سالگی هم؟ خدا خواهد 40 سالگی 50 سالگی هم جشن گیرید. با بین همین 36 سال بعد چند بار گل پدر کردن راستش گرفته کرد. البته با این مهر و محبت شما را چشم نرسند. همین دستگاه زیبا را یک تا خودشان تقدیم کنند برای شما. علی اکرم مرحمت تقدیم می‌کنید برای شما. مرحمت و البته برای دلشادی. نعمت‌آمد برای خواهرتان شما برای فرمانداری تقدیم کنید. مرحمت. اما جانی عزیز فرمانداری مبارک باشد. جامعه ها هست برای یادداشتان می‌شوند مبارک باشد. مرحبا. تصادفی بوده مبارک باشد. و سمرقند عظیم ما باز به وطن خود خوش آمدند. خدا کند که آن مهنت‌ها چندین ساله مهنتی که در مسافرت همراهی طالب‌آباد کرده، خدا کند که از پشت فرزندان حضور و حلاوت بینید.
ما با شما شمایی رو شادباش گفت تبریکات ها قدر نصیب کند یا ما شما نزدیک ترسید اما ما یک جویا تئاتر میدونیم و از آن خانوار میتونیم بسیار روز مبارک باشد مرحبا اکنون می‌خواستیم نمی‌دانم در شرکت شمالی بگیم روزی سهمیجشون رو تبریک بکنیم برام. خیلی‌ها نازی تبریک می‌گویم. البته پناهان فقط شرمین هستند می‌خواهند خوشبختی، سعادتمندی، صحت سلامتی را ولی اگر از آن برادرتان از آن طالباتی برای شما می‌خواهم آسمان ماند برای زمانی گلفشان ماند براید بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند براید از آن نیمدکر جامعه‌های زرین را در جشن 60 سالگی تقدیم می‌کنیم مبارک باشد تشکر. برای خواهر میگویند دو دیده هم بسیار دارد خواهر بذارید میباشند دو دیده هم بسیار دارد خواهر روی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پوری آب است و دیداری گسل صبح است که سربهار دارد خواهر امروز انسان خوشبخت‌ترین هستید اشربه چنین خواهران چنین آقای نیک دارید حضور باشد تمامیتی تبریک میکنم شما مرحبا السلام علیکم مهمانان عزیز رفقایان گرامی سلامکاران شما اجازه بدهید من از نام خدا از نام اهل عایله‌مان از نام دادر و خواهر و این بزرگی جوان تبریک میگویم اگر امروز 60 سالگیشان 120 سالگیشان الهی نانی زدید شو خوستن اگر Azamah teşekkür. Adaleti merhaba. Beşadaki merhaba. Şurme. Evet hocam. Piri Khanadar merhaba güzel. Pirha girdi cehani zindagi gardida. Garb و سرد و نیک و بد را بارها سنجیده حرمتی پیران منال از جوانی بس مناز زیرا پیران نیست ایامی جوانی را دیده برنامه توجهانی عزیز شما را به تعریف کنم میسازم خدا تبریک مکنم می Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هزاران تشکر. ممنون. مادران از صحنه رفتنش نیست. ما نوبت را به حافظان خوش‌آواز و اهل هنرمندی تبریز یکی از آن هنرمندان خوش‌آواز شهر سمرقند خدمت ما در قسمت برزه صاحب جشن‌ها هستند. شاگرد هنرمند جهانی ابرام تورمنس است. یکی از آن استاد صنعت ترکیه تاجیبایف در قسمت برزه صاحب جشن‌ها هستند. می‌خواستیم سروقی شکر عکسی راستان را بگویم. همانا برای عکس تکلیف کنند. عزیزان تشکر. شما زادروز مبارک باشد. برنامه Şirin sade, kızım kaldı,
اینک عزیزان علیکه را در روز خورسندی زادروز در روز مولودی خجستشان تبریک کرده پیشکش شما عزیزان کردیم با ما باشید با شبکه شاهنامه و خود را احتیاط کنید